سلام عرض می‌کنم خدمت شما. از گروه روبورس در خدمتتون هستیم. چند وقت پیش یک پستی رو قرار داده بودیم در مورد نسبت شاخص به دلار یا نسبت دلار به شاخص و خب خیلی از دوستان پرسیده بودن که مفهوم این قضیه به چه شکل هست. حالا تو کپشن توضیح داده بودیم ولی گفتیم که به خاطر اینکه زیاد داره این سوال از ما میشه حداقل توضیح بدیم در قالب یه ویدیویی که مفهوم به چه شکل هستش. ببینید توی نسبت شاخص کل به دلار که حالا طریق رسم اینها رو ما توی پست قبلی توضیح دادیم به این شکله که الان این نسبت شاخص کل به دلار همونطور که مشخصه اگر که ما خطوط روند مختلفی رو که اعتبار بالایی هم دارن با توجه به تعداد برخوردها اگر اینا رو رسم بکنیم همه اینا به ما یک همچین فضا یا همچین محدوده ای رو به ما نشون میده که الان دقیقا توی همچین محدوده‌ای هستیم که این میشه یک محدوده حمایتی فوق‌العاده قوی. اینجاها این تو این مسیری که این نمودار داشت نزول میکرد خیلی با یک همچین محدوده قدرتمندی مواجه نشده بود، اما اینجا خب با این محدوده مواجه شده. حالا اینجا چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ اگر که حالا فرض رو بر این بگیریم که از اینجا بخواد حمایت بشه و بره به سمت بالا، یه حالتش این هستش که شاخص کل نسبت به دلار رشد مثبت بیشتری داشته باشه، یعنی جفت اینا بخوان رشد بکنن اما رشد شاخص بیشتر باشه از رشد دلار که باعث بشه این نمودار صعودی باشه، یا اینکه رشد منفی شاخص نسبت به رشد منفی دلار کمتر باشه. یعنی جفت اینا بخوان ریزشی باشه، یعنی هم شاخص کل بخواد افت بکنه هم دلار بخواد افت بکنه اما ریزش دلار بیشتر باشه از ریزش شاخص. این باعث میشه که دوباره این نمودار حالت صعودی باز به خودش بگیره. باز حالت سومی هم هستش که خب خیلی با شتاب بیشتری میتونه این روند صعودی در واقع شروع بشه. به این شکل هستش که شاخص کل بخواد صعود بکنه و دلار نزول بکنه، یعنی دقیقاً عکس این حالتی که تو این چند ماه داشتیم میدیدیم. اینا باعث میشن که ما یک روند صعودی رو توی این نسبت داشته باشیم که خب اینجا محدوده قابل اعتنایی محسوب میشه توی این فضایی که الان داریم بررسیش میکنیم. اگر این محدوده شکسته بشه و بخواد پایین بیاد باز یه فضای جدیدی در واقع به وجود میاد به خاطر اینکه حمایت قدرتمندی اصطلاحاً شکسته میشه و خب اونجا دیگه ممکن هستش که به هر حال دلار بخواد رشد خیلی بیشتری بکنه و شاخص بخواد که با رشد منفی شدیدتری حتی مواجه بشه. اینها رو باید مد نظر قرار بدیم. اما از اون ور اگر که بریم به سمت نسبت عکس این دوتا، یعنی نسبت در واقع دلار به شاخص کل، اگر که این رو بخوایم بررسی بکنیم باز خیلی واضحه. ما یه کانالی داریم که برخوردها خیلی خیلی مشخصه توی کف این کانال، توی سقف این کانال و دقیقاً توی حالا اون 3 ماه قبل تقریباً یا اواسط مرداد رسیده بود به در واقع کف این کانال و خب اینجا واکنش نشون داد و روند صعودیش شروع شد. همونطور که مشخصه شتابش هم زیاده به خاطر اینکه دلار کاملا صعودی بود و شاخص کاملا نزولی بود. خب حالا اینجا میتونیم چه چیزی رو ببینیم؟ اونجوری که مشخص هست، حالا لحاظ تکنیکالی اگر که بخوایم یه بحثی روش داشته باشیم، این حالتی که به هر حال از این کنج خارج شده این نسبت و داره به سمت بالا میره به ما نشون میده که ما توی میان مدت حداقل شاهد افزایش قیمت دلار باید باشیم. حالا این افزایش میتونه محسوس باشه، یعنی این با یه شیب ملایمی مثل همینجا بخواد که خودش رو به این میدلاین برسونه، یا اینکه نه همین شکلی خیلی با شیب تند خودش رو برسونه به این میدلاین که در واقع مستلزم این هستش که شاخص کل هم بخواد نزولش رو ادامه بده. اما خب اگر که بخوایم این فرض رو هم در نظر بگیریم که این کانال بخواد کف شکسته بشه، یعنی از اینجا بیاد پایین و این کف رو بشکنه و در واقع این کانال رو به طور کامل از دست بده که احتمالش خیلی خیلی کم هست، این باید با این حالت در واقع پیش بیاد که دلار فوق‌العاده بخواد کاهش پیدا بکنه و شاخص کل بخواد با یه ضریب زیادی رشد بکنه که اگر این اتفاق بیفته این محتمل هستش که بخواد این کف شکسته بشه و الا میتونیم این احتمال رو هم بدیم اگر که دلار بخواد کاهش شدیدی پیدا بکنه. حالا فرض بکنیم مثلا با انتخاب بایدن توی حالت لحظه‌ای و اون شوکی که به هر حال به بازارها وارد میکنه دلار بخواد با یه ضریب زیادی افول بکنه
و سقوط بکنه و از اون ور بورس بخواد با یعنی اون نقدینگی که اون وسط وجود داره دوباره وارد بورس بشه. حالا میتونیم بگیم نوسانگیری که به هر حال کردن خیلی ها روی این قضیه، از دلار خارج بشن و دوباره بخوان روی بورس این نوسان رو بگیرن. خب این میتونه ما رو به این نتیجه برسونه که ما توی همین نمودار دوباره یک نزولی رو تقریبا مثلا 3 ماهه 4 ماهه داشته باشیم تا کف این کانال و بعد دوباره بریم سراغ صعود این نمودار و اینکه این نمودار بخواد خودش رو حداقل به این میدلاین در میان مدت برسونه. به طور کلی اگر که بخوایم در نظر بگیریم به این شکل هستش که حداقل تا الان بخوایم در نظر بگیریم یه نگاه بلند مدتی داشته باشیم، میتونیم بگیم که رشد دلار باید نسبت به رشد شاخص در واقع رشد بالاتری باشه. حالا این بالاتر ممکنه مثلا میگم 1 واحد بیشتر باشه، ممکنه 10 واحد بیشتر باشه. تماما برمیگرده به این که این نمودار قرار هستش که با چه شیبی خودش رو برسونه به این بالا. اون چیزی که محتمل تر هست به این شکله و الا شاخص کل هم میتونه رشد داشته باشه تو همین صعود، فقط میزان رشدش نسبت به میزان رشد دلار ممکنه که کمتر باشه. توی این 3 ماه حالا بنا به این که از دل انتخابات آمریکا کدوم گزینه بیرون میاد، قاعدتا توی کوتاه مدت میتونه اون شوک رو وارد بکنه و ما منتظر این باشیم که دلار کاهش پیدا بکنه و در واقع شاخص کل بخواد صعود داشته باشه که این نمودار خودش رو به کف برسونه، کف این کانال. اما در نهایت بسیار بعیده که حالا اگر که ما شرایط به همین شکل باشه، یعنی با همین فرمون قرار باشه که سیاست خارجی ما هم طی بشه، خیلی خیلی بعیده که قرار باشه که این نمودار کف این کانال رو بشکنه به سمت پایین. اما قطعا مفهوم این حرف این نیستش که ما الان قرار باشه که از بورس خارج شیم، دنبال دلار باشیم و اینجور داستانا. این یه دیدیه که قرار هستش که ما تو ذهنمون داشته باشیم و بدونیم که در لحظه، در میان مدت و در بلند مدت چه اتفاقاتی ممکنه بیفته و کجای در واقع این مسیر قرار داریم که بر اساس اون بتونیم به هر حال یک سبدی رو بچینیم که مصون باشه از اتفاقاتی که ممکنه رخ بده. موفق باشید.